در ماه‌های گذشته شمار زیادی از تقاضاهای ویزای ایرانی‌ها از سفارت سوئد در تهران رد شده. شهروندان ایرانی در سوئد میگن اداره مهاجرت این کشور در یک سال گذشته صدور ویزا رو در یک محدودیت نانوشته تا حدود زیادی محدود کرده. با اینکه محدودیت صدور ویزا برای ایرانی‌ها به طور رسمی اعلام نشده، اما گروهی از ایرانی‌ها در سوئد مقابل پارلمان کشور در شهر استکهلم جمع شدند تا نسبت به این مسئله اعتراض کنند. همکارم مهران عباسیان در استکهلم حضور داشت و از این اعتراض ایرانیان جزئیات بیشتری داد. کشور سوئد بیش از 105,000 ایرانی ساکن هستند در شهرهای مختلف. حدود 3 ساله، یعنی از دادگاه حمید نوری که آغاز شد، تنش میان جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئد بالا گرفت. الان در حال حاضر به علت قرآنسوزی در هر دو کشور نه سفیر جمهوری اسلامی ایران ساکن استکهلم هست، نه سفیر سوئد ساکن تهران. حدود 1 ماه هیچ کدوم از این دو کشور سفیرهاشون در کشور مقابل نیست. خب سالهای تو این 3 سال صدور ویزا برای ایرانی هایی که میخواستن بستگانشون رو ببینن خیلی به صورت کندی انجام میشد، اما امسال به نقطه اوج خودش رسیده. باید بگم خیلی ها قبلا میتونستن افراد درجه که خانواده رو مانند پدر، مادر، خواهر و برادر به سوئد دعوت کنن و اینجا همدیگر رو ببینن. خب ایرانی های دو تابعیتی خیلی هاشون هم میتونستن به ایران سفر کنن و اونجا دیدار تازه کنن، اما 1 سال گذشته وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد که به هیچ وجه به ایران سفر نکنید، چون ایران رو یک کشور پرخطر اعلام کرد به دلیل گروگانگیری. خب خیلی از ایرانی هایی که قبلا بدون مشکل به ایران سفر میکردن این هشدار رو جدی گرفتن و به ایران سفر نکردن، اما خب دلشون میخواست خانواده های خودشون رو ببینن، دیدار تازه کنن. خیلی ها که اینجا هستن پدر و مادرهای مسنی دارن، خیلی ها از پدر و مادراشون مریضن و دوست دارن دیدار تازه کنن و اینها به گفته خودشون اگه بخوان در یک کشور سوم که اکثرا هم در طی 1 سال گذشته این کارو کردن دیدار کنن، هزینه های خیلی بالایی براشون داره. حالا امسال مشکلات دیگه ای هم اضافه شده. خیلی ها 2، 3، 4 سال ازدواج کردن، میخوان همسر خودشون از ایران به سوئد بیارن، اونها هم دچار مشکل شدن. اما مشکلی که امسال اضافه شده دانشجو هستن. خیلی از دانشجوها ویزاشون توسط اداره مهاجرت سوئد صادر نشده.